میخوای نسخه آینده گوگل رو سریعتر از همه تستش کنی، باید بیای داخل سایت perplexity.ai. این سایت یه هوش مصنوعی که به تمام محتوای وب دسترسی داره. یعنی وقتی شما جستجو میکنی میاد اطلاعات رو از تمام متنای وب میگیره، تحلیلش میکنه و یه متن خلاصه و دقیق با ریفرنس منابع بهتون میده. ابزاری که من هر روز ازش استفاده میکنم و نسخه پولیش هم گرفتم، واقعا چون کاربردیه. شما نیا کنین اینجا میتونین جستجوی سریع و جامع داشته باشین. یعنی مثلا وقتی جستجویی میکنین میره اطلاعات رو از 10 تا 16 تا منبع کسب میکنه، میاد تجزیه تحلیل میکنه با هوش مصنوعی، یه پاسخ کوتاه و جامع بهتون میده. همون کاری که خود ما انجام میدیم. میخوایم یه راه حل یه چیز پیدا کنیم، میریم چند تا منبع رو مطالعه میکنیم، یه خلاصه دقیق تو ذهنمون کسب میکنیم از اون مشکل و راه حلش، و راه حلش رو پیدا میکنیم و استفاده میکنیم برای کارمون. یا متنی که میخوایم بنویسیم و اطلاعات جامعی کسب میکنیم ازش، نکات اصلیش تو ذهنمون میمونه، بعد میایم از اون اطلاعات استفاده میکنیم برای توضیح دادن یا نوشتن. همینو پرپلکسیتی برای شما انجام میده. من نسخه پولیش هم گرفتم. نسخه پولیش اصلیش 1,600,000، ولی من از این سایت استفاده میکنم. شما میتونین با 279 تومن خرید کنین. هیچ تبلیغاتی هم نیست، چون خودم از این سایت استفاده میکنم، واقعا خوشم اومدم معرفی کردم بهتون. لینکشو داخل پایین همین پست براتون میذارم.